از خانه برآمدی چرا بر دستت اکد موردا با کاش و چشمی مستت قد قدی زرم شونه گذر میکردم دخترهای خوش قد نظر میکردم اشانیم تو قیم جان اینجا بیایه اکتان جا نبور برام کن اینجا محفل افتارم کزه واجب خیزده ای دوست بیا دوست بیا دوست بیا پرسیدنی دوستی خود هر روست بیا پرسیدنی دوست خویش ای بشنب بود ویداده هر ساعت و هر زمان و هر روز بیا پرسیدنی دوست خویش ای بشنب بود ویداده هر لحظه و هر زمان و هر روز بیا یارم یارم زی هم جدایی نکنه فرمودی خدا کی بی وفایی نکنه فرمودی خدا بی وفایی نکنه سلامت باشید.